بسیاری سپاس میکنم از ریاست حزب و مرتب این کتاب. میگن هر که سخن بر سخن زن کند قطره‌ای از خون جگر کم کند. من از آغاز تا دوره از چاپ این کتاب شاهدی حال کنم. دو بار پیش از چاپ این کتاب رو خواندم و انتخاب از نصیحت ها و صحبت ها داشتیم در مورد حسن خوب هشت بود. من احسان میگم و این مرد که خیلی زحمت کشیده است تو این کار رو انجام داده است. وقتی که به زبان خودتون چیزی میآفرید، خواه نست یا خواه نست، کسی که سلیقه دارد، مهارت دارد، استعداد دارد، برای اون انجام دادن این کار ساده است. مثل اینکه عروض برای شاید، ولی ترجمه کار سخت است. یعنی جا ترجمان ها باشن، کار ترجمه خیلی کاری طاقت فرسا سنگین است و زحمت خیلی زیاد می‌طلبد. مخصوصاً که ترجمه شعر باشه. هر شعر را نمیشه با آسانی به زبان ما منظوم کرد. ما که عروض داریم شده 1500 سال شعر ما با عروض آمده است و با این عروض زنده است. و من شعری که امروز شعری سفید اینها رو صرف نظر میکنم، ریشه و بنیاد شعر ما عروض است. و همین سخن زبان بیگانه را به زبان خود به عروض در آوردن آن را منظوم کردن کاری خیلی سخت است که این زحمت را که کار بر دوش گرفتن از پیش خود کسی از این کس خواهش نکرده است، نماز نکرده، خودشون همین چیز را خواستند و یک کتابی خیلی خوب را به دست ما رساندند که من بار دیگر تشکر می‌کنم. در این میان من بخوام یک تقریضی که برای معرفی و دست این کتاب به دست ما رسید بخوام. تقریض در زمان به استقلال رسیدن جمهوری تاجیکستان، ادبیات و فرهنگ ما مضمون نوی ملی کسب نموده و تغییرات صفتی روبرو شد. در عین زمان رابطه‌های ادبی ما با عالمیان جریان گرفت. امروز ادبیات تاجیکان را نه تنها ادیبان همزبان ما مطالعه می‌کنند، بلکه آن و زبان‌های جهان خواننده پیدا کرده است. از همه مهمتر ادیبان تاجیک با زبان‌های گوناگون جهان اثر ایجاد می‌کنند که خیلی جالب دقت می‌باشد. این عامل‌ها سبب به میان آمدن تشکیلات‌های بین‌المللی ادبی گردیدند که بین هم ارتباط ایجابی دارند و هنر خود را تکمیل می‌دهند و این نهاد مردم جهان را به تاجیکستان شناسی می‌نماید. این حادثه بسیار مهم فرهنگی باید به شما را از جمله مجموعه ادیبان دنیا در تاجیکستان و نمونه خوبی این کارا میباشد که به جشن 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان بخشیده شده است. آن به زبان‌های گوناگون خارجی به نشر رسیده است. مرتب و مؤلف آن ادیب عبدالقاهر قاسمی است. آن شعرهای به وصف تاجیکستان استقلال بخشیده شده را در شکل اصل و ترجمه فرا گرفته است. به طور مثال پاره از شعر مرل پسین شاعر مکزیکایی می‌یابیم که در وصف کشوری ما گفته است: صدای کوه‌های تاجیکستان بگو شاید مرا از دوری دو ستون آسمان قله‌هایند، صدایش چون سرود عالم نور و شعری لطیف و جاودانه که هر دل را کند مفتون و مسرور بود. در انتها میتوان تشبث را تبریک کرد و به دستان در بخوران خواست. عبدالخالق نبوی خادم پیشبر انستیتوت زبان و ادبیات تاجیکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، من هم به این تبریک شریک هستم و این کتاب رو که چند بار خواندم برای خودم چند پاره انتخاب کردم که خوبم. یک چیز رو باید تاکید کنم که شما از من بهتر میدونید، وقتی که شعر
شعر عشقی هست و تفسیری از هر جهت گفته می شود بیشتر آرایه دارد، آرایش سخن در آن بیشتر. ولی وقتی که سخن شعر درباره کشور مثلا شهر یا نهاد گفته می شود یک نوع قالب رنگ می شود، یا که سخن رسمی می شود که کمتر در آن هنر شاعری و آرایه دیده می شود و ما هیچ وقت این تقاضا و این توقع را از این گونه شعرها نداشته باشیم. چرا اینجا تشبیه نیست؟ چرا استعاره نیست؟ چرا اینش نیست؟ چرا اون شعر توصیفی که درباره هر کشور گفته میشه؟ ببینید شعرهایی که در راست افغانستان، ایران، کشورهای دیگر گفته میشه اونها هم در این حد مثلا شعر نیست که شعر در پای شعر حافظ باشد، شعر توصیفی این امکان هم نداره. و مهم در این گونه شعرها عشق و علاقه و محبت و صمیمیت است که ما در نمونه این اشعاری که اینجا گرد آورده شده است می‌بینیم. من برای انتخاباً چند پاره از یک شاعر ترکیه یوسف اسلم می‌خوانم که در راست کشور ما با محبت می‌بینیم. در میان چهار کشور چون گلستان از جراحت‌ها تورستی تاجیکستان مردمانت را سلام گرم از من خون بر قصه‌هاشان تو هستی تاجیکستان. و در آخر میگه چون بخندی ملت گردید خندان خندریزان میشود خوشه تابان روی یوسف دعا از قلب و جان پرچمت بادا برافشان تاجیکستان. همینقدر محبت و صمیمیت در کشور ما، مردم ما از یک گوشه دنیا کافی است که ما به زبان بیاریم و به چاپ رسانی. من بار دیگر از مسئولان چاپ این کتاب عرض سپاس میکنم و شاید بعضی کمبودهای در این چاپ را گرفته باشد چون کار ترجیحی بود مجله داشتیم و امیدوارم در چاپ‌های بعدی نقص‌ها را برطرف خواهیم کرد.